دیلی AI دوست خوش اومدید. من عاشق هوش مصنوعیم. هر روز یه ابزار جدید هوش مصنوعی رو یاد میگیرم و تو 5 دقیقه به شما یاد میدم. بریم سراغ دوز امروز. گروک. خب دوستان، خیلی سریع میریم سراغ اپلیکیشن گروک. گروک رو دانلود کنید، رو گوشیتون که نصب شد بازش کنید. توی صفحه اولش شما میتونید هر سوالی که از گروک دارید بپرسید. سلام گروک، چی سوال بپرسیم به نظرتون؟ گروک، من میخوام درآمد دلاری داشته باشم، چی کار کنم؟ میره سرچ میکنه و جواب‌ها رو براتون میاره که شما چجوری میتونید درآمد دلاری، از چه راههایی میتونید درآمد دلاری داشته باشید. شما هر سوالی داشته باشید میتونید ازش بپرسید. علمی، سرگرمی، روانشناسی، تحلیلی، در مورد یه چیزی ایده میخواید بهتون ایده میده. حتی میخواید یه نامه اداری بنویسید میتونید ازش کمک بگیرید. حالا برای کسایی که حوصله ندارند تایپ کنن، این پایین سمت چپ یه قسمت صحبت کردن هست که میتونید اونو بزنید و شما وایس براش بفرستید و اون هم توضیحاتش رو به صورت وایس براتون میفرسته. الان من نمیزنم چون وقتی میزنم ریکوردرم قطع میشه، برای همین نمیزنم. خب تا اینجا تقریبا شبیه چت جی پی تی بود. احتمال خیلی زیاد با چت جی پی تی کار کردید، خیلی شبیه چت جی پی تی بود. ولی چیزی که برای من خیلی جذاب بود و توی چت جی پی تی شاید داره ولی من ندیدم، ایمیجنش هستش. تو قسمت ایمیجن شما میتونید عکس دلخواه خودتون رو به گروک بدید و اون براتون یه ویدیوی خیلی کوتاه هوش مصنوعی درست میکنه. حالا مشاهده همه، من عکسام رو انتخاب میکنم، یه عکسمو میارم و این در حال تولید ویدیو منتظر میمونیم برامون ویدیوش رو درست بکنه. این پایین سمت چپ میبینید در کنار این لایک قلب قرمز رنگش یه آیکونی داره که شما بعد اینکه فیلم رو ساخت میتونید اینو دانلود بکنید و حتی میتونید این فیلم رو شیر هم بکنید. منتظر میمونیم تا ویدیو رو برامون درست کنه. خب الان درست کرد، پخش میکنه. بچه‌ها شما میتونید اینو سفارشی هم بکنید. حالا من دوست ندارم گریه کنم ولی بهش میگم که این عکس گریه کنه. حتی با جزئیات بیشتر هم میتونید بهش بدید. هر کاری که شما بخواید اون کار رو انجام میده. بهش میگم گریه کنه و منتظر میمونیم ویدیوی گریه کردنش رو برامون بسازن. خب من یه توضیح هم بهتون بدم بچه‌ها، چون حالا نمیخوام تایم فیلممون هم خیلی زیاد بشه. شما در مورد نرم افزار گروک یا هر نرم افزار دیگه ای که دوست دارین در موردش چیزی بدونید، آموزش ببینید، توی کامنت ها برام بنویسید. من توضیحات کاملتر گروک یا فایل آموزش اپلیکیشن جدید که شما میخواین رو براتون درست میکنم و لینکش رو هم براتون میفرستم. راستی زنگولرم بزنید که هر وقت من یه دوز جدید خواستم درست بکنم شما اولین نفری باشید که دوز منو میبینید. این از این. آخه اینم فایل گریه کردن. گفتم میتونید هر چقدر که دلتون میخواد سفارشیش هم بکنید و از اینجا هم دانلود بکنید. خب بچه‌ها داره تایم ویدیومون خیلی زیاد میشه. مرسی که هستین. تا دوز بعدی.